دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید که پرزیدنت امامعلی رحمان خواستار پیشگیری عملهای غیرقانونی در استفاده و تقسیم زمین شده است. دادستان کلی تاجیکستان چند روز قبل پیشنهاد کرده بود منزل‌های استقامتی که به طور غیرقانونی بنیاد شدند به فایده دولت مصادره شوند. یوسف رحمان روز 16 فوریه در اجلاسیه مجلس ملی پالاتای بالایی پارلمان تاجیکستان به مسئله فروش زمین و آینده خانه‌هایی که غیرقانونی بنیاد شدند دخل کرد. ماه گذشته حکومت ناحیه حصار زمین‌های قبلا تقسیم کردهش را بازپس گرفته و ابراز داشت که تقسیم زمین‌های کشت غیر قانونی بوده است، ولی افرادی که از زمین محروم شدند میگویند اسناد ضروری را در دست دارند. همین زمین‌ها در حقیقت موافق قرار حکومت ناحیه حصار تقسیم شد. مردم تالان‌های گرفتن قدر امکان تالان‌ها در دست مردم ایستادگی است، لیکن زمین‌ها را خودش بیکار کردن. امروز با گفتن که رفته خودمان هم دیدیم که همون زمین‌هایی که با مهنت زحمت جفت بریدن تقسیم کردن امروز با تبعیت جفت کرده کشت کردن کاری ده گندم کردن. اگه نمیدونم مردم که کجا دعوا کنه و اون زمین‌های از کجا گیره. به گفته دادستان کل کشور از حساب معاملات غیرقانونی زمین تقریبا 500 میلیون سومانی ضرر مالیوی آشکار شده، 924 قرار رئیسان شهرک و جماعت‌ها بیکار گردیدند. اخیراً در ناحیه رودکی و شهر حصار موردهای زیاد فروش غیرقانونی زمین برای بنیاد منزل‌های استقامتی آشکار شده است.